به نام خالق هستی. روزی بود و روزگاری بود. در زمان قدیم دو کشاورز بودند که یکی پولش از پارو بالا میرفت و در عوض آن یکی آه در بساط نداشت. اما گلوی پسر مرد خرپول پیش دختر فقیر گیر کرده بود و به هر دوز و کلکی که شده بود پدر را راضی کرده بود و با هم به راه افتادند و رفتند خانه آن بابا و دخترش را خواستگاری کردند. پدر دختر از خدا میخواست دخترش عروس این پسر شود و بقیه عمرش در ناز و نعمت باشد. اما دختر زیر بار نرفت و گفت زن این پسر نمی شود. پدر پسر دید دیگر نمی شود، حرفی نزد و آمدند بیرون و ریش سفیدهای آبادی را انداختند جلو. اما مرغ دختر یک پا داشت و کوتاه نمی آمد. پدر دیگر حرفش را نزد و گفت لابد قسمت نیست این دو زن و شوهر شوند. گذشت و فصل شخم رسید. پدر دختر گاو لاغر مردنی و لنگی داشت و میخواست برود سر زمین. آن یکی لنگش هم خورد به سنگ و چلاق شد. بیچاره مانده بود چه کار کند. به ناچار رفت دم در خانه پدر پسر و خواهش کرد که گاوش را چند روزی به او قرض بدهد تا زمینش را شخم بزند. این بابا گفت گاو که قابلی ندارد. گاوی را داد و همین که این بیچاره رفت سر زمین و شروع کرد به شخم زدن، رفت پیش قاضی و شکایت کرد و گفت فلانی گاوش را دزدیده و برده. پدر دختر تازه نشسته بود خستگی در کند که غلام قاضی آمد و گفت باید بلند شود و بروند که قاضی او را خواسته. این بابا به ناچار گاو و زمین را رها کرده و به راه افتاد پیش قاضی و دید پدر پسر آنجا نشسته. قاضی گفت چرا گاو فلانی را دزدیده ای؟ مرد فقیر گفت هیچ وقت کارش این نبوده و رفته در خانه و این گاو را قرض گرفته تا زمینش را شخم بزند و برش گرداند. پدر پسر هاشا کرد و گفت اصلا او را ندیده. قاضی بو برد که کار از کجا بیخ پیدا کرد و از هر کدام 3 سوال پرسید و بعد هم گفت 3 روز مهلت به آنها میدهد تا برگردند و ببینند که قوی ترین آدم کیست و شیرین ترین چیز و تندرو ترین موجود را پیدا کنند و جوابش را برای او بیاورند. شاکی و متهم از پیش قاضی آمدن بیرون. مرد خرپول به خودش گفت جوابش که کاری ندارد، یک چیزهایی را بار قاضی می کند و قال قضیه را می کند. اما مرد فقیر که عقلش به چیزی قد نمی داد سردرگم مانده بود که جواب قاضی را چطور بدهد و ریشش را از دست آنها درآورد. هرچه این در آن در میزد چیزی عایدش نشد. دختر که هوش و گوشش خوب کار میکرد دید پدر انگار حال خوشی ندارد. این بود که نشست و گفت مشکلش چیست؟ چرا سگرمه هایش در هم است؟ پدر گفت کاری از دست او بر نمی آید، بهتر است به کار خودش برسد. دختر ولکن نبود و آنقدر پاپی شد که پدر کوتاه آمد و همه چیز را از سیر تا پیاز تعریف کرد. دختر گفت این که کاری ندارد، حالا راحت بخوابد. نماز صبحش را که خواند جواب هر 3 سوال را به او میگوید. پدر خیالش راحت شد و خوابید. آفتاب که زد و دنیا را روشن کرد دختر پیش پدرش رفت و نشست و گفت قوی ترین آدم کسی است که بتواند جلوی خشمش را بگیرد. شیرین ترین چیز هم زبان خوش است. هیچ چیز هم تندتر از خیال آدمیزاد پیدا نمی شود. پیرمرد دعایی به جان دختر کرد و چون 3 روز مهلت هم تمام شده بود شال و کلاه کرد و رفت به خانه قاضی. از آن طرف مرد خرپول هم کوزه عسلی برداشت و رفت خانه قاضی و نشست نزدیک او. قاضی رو به مرد ثروتمند کرد و گفت اول او جواب سوالها را بگوید. این بابا گفت در آبادیانها پهلوانی است که کسی حریفش نمی شود. این آدم قوی ترین مرد است و بعد گفت تندرو ترین موجود اسبی ناقابل است که او دارد. قاضی از این حرف هم دمق شد. اما مرد خرپول کوتاه نیامد و گفت شیرین ترین چیز هم در این دنیا این کوزه عسل است. قاضی مطمئن شد از این آدم نادانتر پیدا نمی شود. بعد رو کرد به مرد فقیر و گفت او بگوید. مرد همان جوابهایی را که دخترش به او داد
گفت قاضی هر جوابی را که میشنید خوشحالتر میشد و آخر سر هم به غلامش گفت شربتی برای این مرد فقیر بیاور و بعد روی کرد به آن آدم خرپول و گفت از اول هم میدانسته دروغ میگوید. خوب گوشش را باز کند. اگر پا در کفش این بیچاره کند حسابش را کف دستش میگذارد. این را گفت و آن بابا را فرستاد پی کارش. بعد رو کرد به مرد فقیر و گفت این جوابها چطور به ذهنش رسیده؟ مرد فقیر گفت این جوابها را دخترش به او گفته. قاضی از درستی مرد خوشش آمد و گفت دوست دارد دخترش را ببیند، چون معلوم می شود دختر زیرک و دانایی است. هر دو بلند شدند و رفتند خانه پیرمرد. تا نشستند دختر شربتی برای پدر و قاضی آورد و نشستند و سر حرف را باز کردند. اما این بابا که میخواست برود سر زمین دل میکرد که حرفشان زود ته بکشد و قاضی زحمت را کم کند. اما چانه قاضی و دختر گرم شده بود و صحبتشان گل انداخته بود و هی حرف میانداختند وسط. آخر سر قاضی پیرمرد را کنار کشید و گفت این دختر با این هوش و گوش نباید زن هر آدمی بشود و او را خواستگاریش می کند. پیرمرد که در خواب هم نمیدید که دامادش قاضی باشد قبول کرد و دختر هم راضی شد و همان روز دست به کار شدند و شیرینی دختر را خوردند. فردای آن روز جشن مختصری راه انداختند و دختر را قاضی عقد کرد و برداشت و برد خانه خودش. دختر و قاضی به خیر و خوشی با هم زندگی می‌کردند تا زد و کاری برای قاضی پیش آمد و باید میرفت سفر. رو به زنش کرد و گفت چون میداند کلش خوب کار میکند هر کاری دلش خواست میتواند بکند، اما یادش باشد که قضاوت کار اوست و نباید در این کار دخالت کند. 1 هفته کارش بیشتر طول نمی کشد و هر که با او کار دارد بگوید هفته آینده می آید. قاضی تمام حرفها را زد و رفت. زن هم به قاضی گوش داد و هر که برای شکایت می آمد و می گفت قاضی رفته سفر و 1 هفته باید صبر کند. گذشت و گذشت تا روز 7 شد و همان روز زن و شوهر جوانی آمدند که بچه کوچکی بغل زن بود. زن قاضی دلش نیامد اینها را هم رد کند و آنها را نشاند و گفت هر دو جوان هستند و بچه هم دارند، بهتر است کوتاه بیایند و با هم زندگی کنند. آنقدر گفت تا زن و شوهر از خر شیطان پیاده شدند و با هم ساختند. زن در حیاط بود که قاضی از راه رسید. تا او را دید گفت چه کار دارد؟ زن گفت اینجا ایستاده تا قضاوت زنش تمام شود. قاضی از کوره در رفت اما جلوی زن چیزی نگفت. اما همین که شوهر زن بیرون آمد رفت به اتاق. زن قاضی از آمدن شوهرش خوشحال شد و نان و آبی برای او آورد، اما قاضی لب به چیزی نزد و گفت خسته است و میخواهد بخوابد. بهتر است قبل از این که بیدار شود هرچه میخواهد از این خانه بردارد و به خانه پدرش برود، چون طلاقش میدهد. دختر یکی خورد و دلش گرفت چرا شوهر چیزی نپرسید و از خودش راندش. از خانه نرفت و دراز کشید اما خوابش نبرد. از این پهلو به آن پهلو میغلطید و با خودش حساب میکرد که چه چیزی را با خودش ببرد. یکهو فکری به کلش زد و رفت بیرون و 1 گاریچی پیدا کرد و آورد. بعد با کمک کنیزی قاضی را با رخت خوابش بلند کرد و گذاشت پشت گاری و رفت. قاضی هم که حسابی خسته بود هیچ چیز ملتفتش نشد. وقتی چشم باز کرد خودش را در خانه پدر زنش دید و حیران و مات ماند که خواب می‌بیند یا بیدار است. وقتی پدرزن آمد جلو گفت فعلا کاری به کار او نداشته باشد تا هوش و حواسش به جا بیاید. کمی که گذشت یادش افتاد به زنش که گفته بود هرچه را دوست دارد بردارد و ببرد خانه پدرش. زن اینطور به او جواب داده بود. از کار زنش خوشحال شد و از جا پرید و به گاریچی و کنیز پول خوبی داد. قاضی آن روز در خانه پدر زنش ماند و فردا دست زنش را گرفت و با هم به سر خانه و زندگیشان برگشتند و سالها با خیر و خوشی با هم زندگی کردند.